سلام بچه‌ها. اگه بعد از یه مدت بیاید تو خونتون و ببینید یه غریبه اومده و خونتون رو اشغال کرده، چه حسی پیدا میکنید؟ واسه من این زیر کامنت کنید و بریم این کارتون قشنگ رو با هم ببینیم. اسم من دنیله و این اتفاق زمانی رخ داد که به خاطر اون ویروس لعنتی دنیا وارد مرحله قرنطینه شد. من تو رشته ادبیات تو دانشگاه کالیفرنیا تحصیل میکردم، اما به خاطر اون ویروس ترم ما به تعویق افتاد و همه مجبور شدیم به خونه برگردیم. پدر و مادرم زمانی که دبیرستانی بودم از هم طلاق گرفته بودن و منم بیشتر با مادرم تو آلاباما زندگی میکردم. پدرم تو استرالیا با یه زن دیگه ازدواج کرد و مادرم هم به خاطر شرایط کاریش بیشتر اوقات انگلیس بود. به خاطر همینم تصمیم گرفتم به خونه دوران نوجوانیم برگردم. من از همون دوران کودکیم عادت داشتم که تنها زندگی کنم، چون پدر و مادرم زیاد مسافرت میکردن. وقتی از کالیفرنیا به سمت خونه رفتم با مادرم تماس گرفتم و گفتم سلام مامان، اوضاع چطوره؟ مادرم هم گفت دنیل، اینجا قرنطینه سنگینی برقراره، مطمئنی از پس تنهایی برمیای؟ اگه میخوای میتونی مدت پیش دوستات بمونی تا من برگردم. گفتم پیشنهاد خوبیه، ولی من میتونم از پس کارم بر بیام. مادرم گفت پسر کوچولوم حسابی برا خودش مردی شده. گوش کن دنی، خونه یه سالی خالی بوده، شاید مجبور بشی تمیزش کنی. اگه نیاز به کمک داشتی حتما از آقای کلارسون کمک بگیر. من بهشون گفتم که تو داری برمیگردی خونه. به مادرم گفتم خودم از پس همه چیز برمیام، من باید الان برم وگرنه پروازم از دست میدم. به زودی با شما تماس میگیرم. خداحافظ مامان جون. سوار پروازی شدم که قرار بود با اون برم خونه. تقریبا 2 سالی بود که دنیا درگیر بیماری شده بود و منم از این که داشتم برمیگشتم خونه حسابی هیجان زده شده بودم. حدود 6 ساعت طول کشید تا به خونه رسیدم. خونمون توی شهر کوچیک بود. تمام خاطرات دوران کودکیم به سرعت از جلوی چشام عبور میکرد. من از اونجا یه عالمه خاطره داشتم. وقتی به نزدیکای خونه رسیدم دقیقاً همون شکلی بود که آخرین بار توی ذهنم مونده بود. مادرم بهم گفته بود که کلیدا داخل گلدون آویزون بالای دره. بعد از چند ثانیه جستجو تونستم کلیدا رو پیدا کنم. انتظار داشتم خونه پر از گرد و خاک باشه، ولی وقتی در رو باز کردم دیدم که همه اساسی به هم ریخته است و هیچ چیزی سر جاش نیست. پارچه های سفید روی مبلمان روی زمین پرت شده بودن. به خودم گفتم چه بلایی سر این خونه اومده. تصمیم گرفتم اول خونه رو تمیز کنم و بعدشم یه دوش بگیرم. یه راست رفتم سمت اتاقم تا چمدونامو اونجا بذارم، اما وقتی در رو باز کردم حسابی شوکه شدم. اتاقم از کل خونم کثیف‌تر بود. رو تختی هام رد پای گلالودی دیده می شد و پنجره اتاقم هم نیمه باز بود. گفتم شاید یه جنی چیزی اومده اینجا، اما در و پنجره قفل بوده. آخه چطور تونسته وارد خونه بشه و اینجا زندگی کنه؟ بچه‌ها به نظر شما جن‌ها از در میان تو؟ سریع تمام خونه رو بررسی کردم تا مطمئن بشم کسی توی خونه نیست. هر جایی که حتی عقل جنم بهش نمیرسید بررسی کردم تا شاید رد پای پیدا کنم، ولی بعد از نیم ساعت چیزی پیدا نکردم. آخرش تصمیم گرفتم تمام خونه رو مرتب کنم. بعدشم برای یه دوش آب سرد حسابی رفتم تو همون. یهو
زنگ در خونه به صدا در اومد. آقای کلارستون بود. آقای کلارستون گفت سلام دانیال، مادرت بهم گفت که امروز میرسی خونه. داشتم از اینجا رد میشدم که دیدم خونه ای براتم یه چند تا چیز و میز خریدم. به کیسه توی دستش نگاه کردم و دیدم که پر از مواد غذاییه. بهشون گفتم خیلی لطف دارید آقای کلارسون، اما من به این همه غذا نیاز ندارم. آقای کلارسون هم گفت بذارشون توی یخچال، حتما بهشون احتیاج پیدا میکنی. آقای کلارسون از بچگیم همیشه با من مهربون بود. کیسه رو ازش گرفتم و تشکر کردم. آقای کلارسون هم لبخندی زد و رفت خونه‌شون. به ساعت دیواری اتاق نشیمن نگاه کردم. ساعت حدوداً 9 بود. لباس خوابم رو پوشیدم و برای شام پاستا درست کردم. بچه ها شما برای شام پاستا دوست دارید یا غذای محبوبتون چیه؟ واسه من زیر کامنت کنید. موسیقی رو تا ته بردم بالا تا حال و هوای خودم رو عوض کنم. مشغول آشپزی بودم اما یهو بوی عجیبی رو حس کردم. بوی توتون سوخته همه جا رو گرفته بود. این بو نمیتونست از بیرون باشه چون پنجره ها رو بسته بودم و خودم هم که سیگاری نبودم. همینم باعث شد از اون بو حسابی تعجب کنم. چند روز همه جا رو بررسی کردم تا بتونم منبع اون بو رو پیدا کنم، ولی هیچی پیدا نکردم. احساس میکردم توی خونه تنها نیستم و یه موجود اهریمنی کنارم و مدام داره منو نگاه میکنه. بچه ها شما اگه جای دانیال بودید چه حسی بهتون دست میداد؟ واسه من زیر کامنت کنید. یه شب که روی مبل اتاق نشیمن نشسته بودم و داشتم تلویزیون میدیدم، از دیدن یه چیزی توی تاریکی شب زهره ترک شدم. چشم رو باز کردم و دیدم یه چیزی توی تاریکی داره روی زمین میخزه. مثل یه آدم خیلی خیلی لاغر بود. نفسم به شماره افتاده بود. دیدم اون موجود سرشو به سمتم چرخون. اون موجود به طرز وحشتناکی لاغر بود. تو اون تاریکی شب چشای از حدقه بیرون زدش توی گردی صورتش حسابی خود نمایی میکرد. رو کاناپه پریدم و چشامو مالوندم تا بتونم بهتر ببینم. چراغ خوابو روشن کردم، ولی همین چند ثانیه کافی بود تا اون موجود عجیب و غریب غیبش بزنه.